میدونستی خودت هم توی خونه میتونی برای خودت فیس کرم انجام بدی مثل این؟ جلوی موهاتون رو جمع کنید به سمت بالا و 1 سانت انتهای شونه رو داخل مو فرو کنید و از گوش تا گوش موهاتون 1 لایه جدا کنید. بقیه موهاتون رو ببندید و قبل از انجام دکولوره اون قسمت‌هایی که جدا کردید و اولاپلکس شماره 1 بزنید تا مو آسیب نبینه. 1 پیمان پودر دکولوره رو با اکسیدان 9% ترکیب کنید. غلظت موادتون باید مثل خامه بشه، یعنی نه خیلی شل و نه خیلی سفت. 1 مقوا یا چیزی که کمی سفت باشه رو بردارید و روش 1 مشمع بذارید و زیر دسته موهاتون قرار بدین و شروع کنید به مواد زنی. موهاتون رو حسابی آغشته به مواد کنید و با نیم سانت فاصله از ریشه این کار انجام بدید. بعد مقوا رو از زیر مو بردارید و 1 مشمع روی مو قرار بدید. موهاتون رو ببرید به سمت بالا و با 1 گیره نگهش دارید. برای موهای طرفین مواد رو با دستتون بزنید به موهاتون و زیر مو مشمع قرار بدین و مثل لایه اول بزنید بالا. بعد تایم مکس موهاتون رو بشورید و با توجه به پای دکولورتون رنگ مورد نظرتون